دارم کیمچی درست میکنم. این کاهو چینی هستش، اینم که از این فلفل بزرگاست، تروبی که این شکلی خرد کردم، هویج، اینم سسشه، سیر تازه، فلفل سبز، زنجبیل و سس سویا. چینی ها رو نمک زدم، قبلش هم شستم، الان گذاشتم یه ذره آبش بره. اینم پیازچه بهش اضافه میکنم. مواد کیمچی رو به هم مخلوط کردم، تروب و اون کاهوی چینی و بعد این پیازچه و هویج، اون فلفل و اینا رو همه ریختم، سسش رو درست کردم که گفتم براتون، گذاشتم اینجا.